سلام، چطورید برای بچه؟ من مهدیم. خوش اومدید به دومین ویدیوی من که ادامه پارت یکی که تو کانالمون گذاشتم. بچه ها خواستم یه تشکر خیلی 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 ویژه بکنم. من اصلا باورم نمیشد ویدیو اولم 200 بخوره حاجی. اصلا عشق من بچه ها اومدم پارت 2 شد سریع بگیرم. گفتم شما چقدر رانی میکنین، چرا که نه، چرا من نگیرم؟ دوز حاضر بوز حاضر، من چرا نگیرم؟ کنه لق ناراضی. آقا من فقط یک ناراحتی که از شما دارم، الان عشقیم که 200 زدین. من 226 تا خوردم 7 تا ساب گرفتم. ناموسن این هست میشه 226 نفر 226 نفر این ویدیو رو نگاه کردن، ویدیو قبلی منو. فقط 7 تا 19 تا کامنت 13 تا لایک. نمیصرفه دادا، به خدا نمیصرفه. آقا لایک کنید که من 100% قراره یه بکرومز بزنم باهاتون، ولی اون تنها نیستم، برای بچه دور هم جمع میشیم. عشق حال بکرومز. آقا بدون هیچ معطلی ما رفتیم یه پارت ازش دیگه. بعد یه پارت ازش رفتیم، بریم سراغ پارت دوم این ویدیوی جذاب به همراه شما دوستان گرامی. خب آقا دیگه حرفه‌ای میخوام برم، میخوام ایو بگیرم جدی. خوبه آقا این میخواد یه جایزه ای بگیره. تو شهرم هیچ اتفاق فعلا خاصی نیفتاده. سلام داشتمون تو لیست هستن. بله تو دیلیست هستن عزیزم. شما این آورد؟ بله آوردن آقای رومن. اینم مرده. ای وای آجی، ای وای. و طبقه دوم F2. بله آقای، اسم اشتباهه بچه ها. این این دقت کن بذار اینم نشان درسته. گذاشته آقا 45 69 50 85 51 12 1396 تا اینجاست که همه چی درسته. آقا من یه لحظه اینو تکونش بدم. درسته آقا، درسته. فقط من یه چیزی، این اینجا وای چی آقا، شما درسته آیدی کارته ورقی ورودت غلطه. اون این قیافتم تو لیستم هستی. اینو نوشته. نه آقا من اینو راش نمیدم آقا، راش نمیدم. اسمش غلطه. حالا دیگه رفت به درک، میخواست اسمش رو درست بنویسه. چی بگم دیگه؟ بله سلام خانوم. بله تو دیلیست هم نیستین مگه اینکه من کارتتون رو نگاه کنم. بله اتاق F2 طبقه 4 میشینن. یه 4 طبقه 4 اتاق F2 دیگه. آره ببینم من خواهرم. این دوتا خواهرن آقا. 13 26 68 که اون 98 53 4. ببینم. خب دیگه من تو دیلیست هم نیستی. آیدی کارت غلط بود، اون درست بود. تو قیافش درست بود، قیافش درسته ولی تو دیلیست نیست و منم راش نمیدم. اوکی کارتش اشتباه بود. یا حسین آقا من همینجا میذارم. این چی بود بابا اصلا؟ بیا برو آجی، من این چیزا بهش نمیچسبه آجی. داش مهدی میگیره رود، تو وقت
واسه رد کردن مهدی باید خیلی خوب باشه. کسی گفتیم بره؟ فکر کنم باید بزنیم بره. فکر کنم خانم درست. اتاق چهارم میشینن. اتاق دوم چشماش گرین and بلو. درسته ها. اگه من اشتباه میکنم دیگه ولش. 78 96 53 66 5 تا اینجا که آقا درسته. برای آیدی کارت تو رو ببینم سیبیل داری آجی. چرا تو آیدی کارت اصلا خودش هم سیبیل داره؟ نه خانم سیبیل داره. ناموسا نه اگه سرای داره این ساختمون باشه که زن با سیبیل بیاد اجازه ورود داره. اجازه ورود هم بهش نمیدم. اگه درست هم باشه اجازه ورود بهش نمیدم باشی. بچه الان تمام میشه. منم هیچ کدوم رو ندارم. آها فکر کنم اولی اومد. خانوم نیم جولی را حالا یه همچه چیزی. یک طبقه دوم میشینن. بله آیدی کارت شما رو من ببینم. 69 85 22 34 1 اینم درسته. اینم درسته. تو دیلیست هم بله هست. بله شما هم آیدیتون درست هم برای ورود هم تو دیلیست هستی هم قیافتون درسته. این خوبه. نوکرتم. برو عشق کن برو حال کن. این آقا هم فکر کنم درسته. بله هستش. تو دیلیست هم هست. ببینم طبقه چند میشینی آقا؟ طبقه یک طبقه دو F1. بله میشینی آقای آلبرتوس. حالا همه چی بچه ها من فهمیدم. واقعیت چه بخوایم بگم من فهمیدم 14 65 12 96 6 من فهمیدم مثلا تو اسمشون هم مشکله. خب تو دیلیست هم هست دیگه. آیدیش درسته. برای ورود درسته. تو دیلیست هم قیافش درست. بله میتونی بگیم نوکرت هایش برو حال کن. بعد مثلا من فهمیدم میشه مثلا تو اسمشون هم مشکل باشه. اینطوری بهتون میگم. بله خانم تو دیلیست نیستن. بچه حالا من میخوام خیلی چیز برم دیگه. میخوام مثلا اونا شاید بودن حالا یادشون رفته. 89 45 69 73 23 خانوم درسته. اینشم تا اینجا درسته. خانوم چرا تو دیلیست نبودی؟ I'm not on the daylist and to log یه فرصت نکردم فکر کنم. شماره هم نهره هاجی بگذاریم. چیکار کنم آقا؟ آیدیش درسته. نشان درسته. قیافه درسته. ایشالله که درست باشی. برو دیگه. تو رو حالا رات میدم درست باشی دیگه. خدا کنه یه بهت اعتماد کردم. شما نرفتی داخل؟ شما رفتی آقا. این آقا تو ببخشید. بقیه تو ببینم. سوری باشیم دیلیش هم هست. من نمیتونم راد بدم. من نمیتونم آقا راش بدم.
میدونی چرا؟ چون خانم نگاه مثلا این 10 بار اومده من مخم ریده. نه دادیم رفت یادم نمیاد. من شما رو اجازه نمیتونم بدم. حالا مثلا میزنیم یس چون خانم درست بود همه چیز. خب من میدونی من اینطوری مخم میره الان بسته میشه نه اون دوتا اومدن نه ما رفتیم مثلا آقا اگه یکی تو قضیه هوملسه رو واسه من میدونه یه توضیح بده. میگن داستانای جالبی داره. بچه‌ها راستی خواستم یه موضوع دیگه اینم باهاتون صحبت در میون بذارم. ویدیو قبلی یکم صدا شاید الانم به هم ریخته باشه. آها اومد. شاید صدا مثلا یا کیفیت ویدیو من به هم خورده باشه. ببخشید دیگه. یه ویدیو بک‌گراندم آماده دارم. یه ویدیو شورت گذاشتم برید 100% نگاه کنید که گفتم اگه مثلا به 10 تا لایک و 10 تا ساب برسم میتونید میذارم دیگه برید نگاه کنید که واسه من جمعه بک‌گراند رو واسهتون بذارم. بریم تو دیلیز هستی. بله اتاق طبقه 4 میشینن. شما آیدی تو بده. I'm forgetting my own چیز تو بده. آیدی تو هست. خوب تو اتاق چند میشینی؟ اتاق 4 F2 درسته. فعلا 78 96 65 36 66 5 لیست هم هست فکر کنم. دندوناش یکم زرد نمیزنه مایی بذار 13 46 وایسا خوش میزنیم 13 40 یه خواهرم داره اونجایی که من میدونم. آی یس آره ببخشید. باش شما تو دیلیس هم بودی. شما اجازه داری چیکار کنم؟ برو آقا برو دیگه. بعد بدی دیگه. تمام شد. ایو بگیرم ها. بی حاجی بی ریدن. سریع های هرزه شده دوتا حاجی بعد ریدم. آقا یه دست جوابه. یه دست در میارم واسه تون. STDD مرد. نگو مرده. فرستادمش بره خونه. خب دیگه احمق فرستادی بره یارو خونه بعد میگه چرا مرده. چقدر کسخلی آجی تو. راست میگی من فرستادمش. راست میگی اومد. برام تو کسخلی. تو خیلی 4 میشه از اگه یادم باشه. آخ حاجی من ریدم آجی. بله شما هست تو دیلیس هست. بله طبقه 4 واحد 1 میشینین. بعد یه خواهرم داره. آره خانم 89 53 89 این 80 آقا این 84 این 89 نگاه کن 84 89. خب شما آیدید اشتباهه. اینه درسته. قیافتم درسته. تو لیست هم هستی ولی آیدید اشتباهه. من راد نمیدم. آره برو 89 برو بابا. سیکیم عبدالله یا حسین نبی قیافه رو آجی دهنش شوید. دهنشو تا دماغ چی میگن؟ یه چیز قدیمی ها میگن دهنشو نمیدونم تو کجا با کرده باشی.
من گفتم یکی اولی دادیم رفت بالا ولی نگو ریده. خانم میا، من با میا ارادت خاصی دارم آجی. واحد یک F3 میشینن. میا خانم باگ شد بچه. نمیخوای بریم تو مای. آها دیگه نمیخوای بری. آیدی کارت 78 95 64 525 میا استیونی. حالا تو تیجای لیست هم هست. به نظرم میشه به میا اعتماد کرد آقا. قیافش هم همونجور آقا میشه به میا اعتماد کرد. آیدی کارتش بود چی بود؟ تو لیست هم بود. تو لیست هم هست. قیافش هم که درسته. تنجین برقش بود دیگه. مثلا چیکار هست اینا. به نظرم میتونه بره. آره میشه. آها سلام شما. ببخشید آیدی میگی چیه؟ I'm poor and noise in the home. یه آیدی بود خود جا گذاشتم. میدونی که خواهر داری آره؟ بدون گلکم خواهر داری. اتاق 4 واحد چند میشستی ها؟ حالت کدوم بره؟ 84 53 23 0 14. تاریخش هم که درسته. تو دیلیس هست. قیافش هم اوکیه. به نظر من 69 96 باستا 69 69 96 یا حسین هلو چیز اون آره خونش. خب باش. خب شما آیدی درست بود نیوردی برای ورود. قیافت هم درست بود. تو دیلیس هم هستی. به نظرم میتونی بری داخل. بله آقای عزیز که دهنش این پر باز بود. اتاق دو میشینن. اتاق 1 بله آقای 1146 52 28 9 آقای روبرتوسکی درسته او تو دیلیست هم هست. قیافش هم آقا درسته. آقای روبرتوسکی نظرم شما میتونی ورود کنی. خواهش میکنم. پرفکت ممنونم از تو که به من اعتماد میکنی. سلام. با چشمایی خمار طبقه 4 میشینی. طبقه 2 خواهر اونی 13 60 13 26 98 53 4 4 درسته. اینش هم تو اینجا درسته. تو لیست هم لیست هم هست. این داری؟ آره به نظرم تو هم میتونی بری داخل. آیدی درسته برای ورود داری. تو دیلیست هم بودی. قیافت هم اوکی بود. میتونی بری تو هم. بچه اینی که میگه منو داره خدای مهدی کنترل خودت ها حفظ کن بچه ها. آقا من میخوام ای بگیرم این دفعه. خانم محترم سلام. شما آیدی نداری؟ فونریسون خونه جا گذاشتم. بله طبقه 3 میشینه. اتاق 4 میشینه. اتاق 3 بگید راستین ایتالیاییه فکر کنم. خانمی نمیدونم حالا قابل اسم تو لیست هم هستی. به نظرم بذار یه زنگی به خونت بزنم. نه 42 50 آقا من چرا اینو میزنم شرمنده. 42 58 حالا دیگه ما این رفیقیم دیگه. حالا چرا دروغ بگم.
42 50 آقا بذار 58 زنگ بخور. آها این خونه شونه. آها اوکی باش خداحافظ. شما میتونی فکر کنم ورود کنی. نه اینو نداشتی. ورودت بود. قیافت درست بود. تو دیلیست هم بودی. بله برو. بهت اعتماد کردم. کسکشی اگه دوپلگنگر باشی آجی. تمام باید بشی دیگه. آخ نه بذار ببینم تو را میتونم بیارم داخل. خلبان طبقه سوم میشینی. طبقه 3 آیدی تو ببینم 56 58 45 455 اینو ببینم. استیون رودوسکی. بله تا اینجا درست 42 42 تو پلیلیست نیستی ولی من زنگش میزنم. خونم نیست. آیدی درسته اونم درسته قیافتم درسته. تو دیلیست نیستی به نظرم میشه باید اعتماد کرد. برو داخل. خواهش میکنم. خانوم شما دفعه پیش اومدی من گفتم سیکتو بزن چرا عقب میای؟ برو بابا آب زدایی بابا اسکو. تو به من میلیاردها اینجا رو غرق پولم کنی. من نه من دیگه شما نمیتونم راه بدم. دید درسته آیدین اذیت بابا نکنیم. 56 58 45 455 استیون. چرا من الان زنگ میزنم دیگه. 42 الان باید جواب بده اگه باشه. قطع میکنم آجی. همه چیز درسته. لیست نبودی ولی من راد نمیدم. میترسم بری اون بالا بزنه بکشت یا حالا میشه بستشی؟ آجی خدا اصلا نگاه با اون دندون. آجی چه منطقیه این بازی داره ناموسن. به خدا خب من که خرکی نیستم میفهمم. سخترش کن تا سختر. بابا والله راتون نمیرم یه 10 تا بیان. خب تو برگه با ویل کن آیدی تو کنم چرا آقا چرا یاد میزنم خوست کن نه برده خونه است. اوکی من تیرتو میزنم بیام ببرن. بیشور کسافت خواهی من خرم کنی. خیال نکرده من خودم یه ملت رو غیر کردم. بابا دهن شما رو سرویس. اوکی شب دوممون هم تمام شد. ای میگیریم بله دشمنی همسایه حذف شده فقط یک رد دست دادیم بگم. آقا ویدیو قبلی منو برین نگاه کنین. شورت هم 100% برین نگاه کنین. اگه اسکوید گیم رو میخواین منو سابامو به 10 تا 12 تا برسونین تا سری من جمعه اسکوید گیم رو واسهتون بذارم. تنها نیستم با چند تا از دوستان میریم اسکوید گیم بازی کنیم. به نظرم 24 دقیقه ویدیو بسه با اینترنت ایران. من دهنم سرویس میشه فکر کنم سر آپلودش. آقا عشق منین خیلی دوستتون دارم داداش. 226 نفر نگاه کنید. خب قربونت برم یه لایکی هم بکن اگه همت تن داداشی. برو عشق. آقا خیلی دوستتون دارم. پنجشنبه جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
احتمالا این فردا یا شاید هم امشب بیاد بیرون. پیش به سوی موفقیت. خداحافظ.